انرژی بیگناهی آرمیتا برای دختر ایران آرمیتا با انرژی شگرف بیگناهیش گامها و بازوها و قلمها را شارژ می کند. بیگناهی آینه است که تکثیر می شود، آینه ای در کلمه ها که شکستنی نیست، آینه ای هوشیار که روی دژخیمان را برای همیشه چشم به چشم می کند. آرمیتا رنگین کمانی از فرهنگ پویان است، چکیده نیکی های دانا و هیچ رنگش برگرفته از باورهای این بیابانیان نیست. کیشی که هستی را به سود نیستی ویران می کند، کیشی که بدپندار است، کیشی که بدکردار است و به جای گفتار با دندانهای خنجریش دروغ می جود، آینده‌ای هم آیا می تواند در سرزمین زرتشت داشته باشد؟ آرمیتا دشواری‌های گزینش را ساده می کند. او نیست هر آنچه این جماعت هست، او هست هر آنچه این جماعت نیست.